این قسمت درباره اینه که چرا آی ام پی معمار معروف چینی تصمیم گرفتش ورودی موزه موزه لوور رو به صورت هرم شیشه‌ای طراحی بکنه و چطوری با این کارش باعث شدش که این موزه از یه جای کمتر شناخته شده امروزه به یکی از 3 جاذبه برتر پاریس تبدیل بشه. من علیرضام و اگه اولین باره که داری اکسیر کتابو میبینی باید بهت بگم که اینجا من و سعید خلاصه داستانهای جذاب رو از دل کتابای برات تعریف میکنیم که ترجمهش رو خودمون انجام دادیم. این قسمت یه داستان از کتاب گره استراتژی به ترجمه خودمه که میخوام توضیح بدم چرا و چطوری آی ام پی معمار معروف چینی ورودی موزه لوور رو به شکل هرم شیشه‌ای ساخت و آخر سرم یه مرور خیلی کوتاهی روی زندگی نامه این معمار خیلی معروف داریم. خب ماجرا از این قراره که توی سال 1984 مقامات فرانسوی تصمیم میگیرن این موزه رو یه بازسازی اساسی روش انجام بدن. ساختمان این موزه در اصل مربوط به سال 1200 میلادی بوده که یه قلعه بوده و بعد از اون توی سال 1546 میلادی فرانسوای اول میاد اونجا رو تبدیل به قصری برای پادشاه‌های فرانسه میکنه و تازه توی سال 1793 هستش که تغییر کاربری میده و به موزه لووری که امروز ما میشناسیم تغییر پیدا میکنه. اما چرا میخواستن بازسازی بکنن؟ اولا خیلی فضاهای تو در تو یه حالت هزار تو داشته و فضای اداری کافی نداشته. در کنار اون هم ورودی خیلی مناسبی برای بازدید عمومی وجود نداشته. احتمالا میدونید که شما اگه یه محصول یا یه خدمتی داشته باشید یا حتی خودتون آدم توانمندی باشید و نتونید محصول، خدمت یا اون مهارتاتون رو خوب و توی بسته‌بندی خوب ارائه بدید خیلی به درد نمیخوره و شاید نتونید کاری از پیش ببرید. و همین دلیل فرانسوا میتران رئیس جمهور وقت فرانسه برای اینکه بتونه این پروژه بازسازی رو پیش ببره میاد از آقای آی ام پی کمک میگیره و از ایشون میخواد که مشاور این پروژه بشه. آی ام پی هم بعد از اینکه این پروژه رو قبول میکنه میاد اولین کاری که انجام میده تو زمینای اطراف این ساختمون یه گشتی میزنه و خیلی سریع به این نتیجه میرسه که باید حیات خالی و بزرگ این محوطه رو بذاره محور بازسازیش. تو اون زمان اون محوطه‌ای که درباره‌اش صحبت کردیم یه پارکینگ بوده که پر خاک و خل بوده و کاربری خاصی نداشته. بعد از اینکه میان اونجا رو گود برداری میکنن به تصمیم آی ام پی، دفترها و انبارهای جدید نگهداری آثار رو منتقل میکنن به اونجا. ولی برای ورودیش به مشکل میخورن. چرا؟ چون آی ام پی هم دوست نداشته اون محوطه به اون بزرگی خالی بمونه، از طرفی هم دوست نداشته یه سازه اونجا بسازه که چشم اندازه ساختمان‌های قدیمی رو که اطراف اون محوطه بزرگ بودن رو بگیره و افراد نتونن از اون چشم انداز استفاده بکنن و لذت ببرن. خب پس گره مسئلهش این میشده که چطوری یه ورودی بسازه که هم حیات خالی نباشه، هم چشم انداز اون قصر قدیمی که دور تا دوره محوطه بوده گرفته نشه. بعد از اینکه یکم فکر میکنه به این نتیجه میرسه که باید سازه‌ای که اونجا میخواد ساخته بشه شیشه‌ای باشه. اما مشکلی که داره اگر سقف این سازه رو مسطح میساختن هم گرد و خاک روش جمع میشه، هم باز به هر حال یه بخشی از اون چشم انداز رو مختل میکنه. حتی سقف مورب هم همین مشکل داشته. در نهایت هم آی ام پی به این نتیجه میرسه که یه سازه هرم شکل شفاف گره مسئله‌شو باز میکنه. اینطوری هم افرادی که داخل هرم بودن میتونستن چشم انداز اطراف رو داشته باشن، هم افرادی که بیرون بودن این سازه مانعی برای اون چشم انداز ایجاد نمی‌کرده. جالبه آقای رومل که نویسنده این کتابه یه شوخی بامزه‌ای هم میکنه، میگه اگه من بودم یه سازه گنبدی شفاف رو طراحی میکردم یا پیشنهاد میدادم، ولی خب با من که مشورت نکردم. البته اینم بگم که درسته وقتی آی ام پی به این نتیجه میرسه که سازش باید به اون شکل باشه گره مسئلهش حل میشه، ولی صدها مسئله مهندسی و زیبایی شناختی و سیاسی دیگه هم در میون بوده که با توجه به این طرح همشون حل شدنی بودن و خیلی مشکل خاصی نبوده. وقتی هم این تصمیم اعلام میشه جنجال خیلی زیادی به پا میکنه و حتی امروزه هم یه سری افراد هستن که هنوز از این طرح متنفرن، ولی خب تحسینات خیلی زیادی با همراه داشته و باعث میشه که موزه لوور به یکی از 3 جاذبه برتر گردشگری پاریس تبدیل بشه. قبل از اینکه برم سراغ زندگینامه آی ام پی، اگه میخوای بدونی که کتاب گره استراتژی درباره چیه، اصلا این اصطلاح گره از کجا اومده و مطالب این کتاب چطوری میتونه بهت کمک کنه،
لینکی که اینجا گذاشتم روش کلیک کن و برو قسمت اول این ویدیو رو ببین. توی قسمت اول هم کتاب رو کامل معرفی کردم، هم 2 تا داستان ازش گفتم. یکی داستان ایلان ماسکه که چطوری تونستش گره هزینه‌های نجومی ارسال محموله به فضا رو حل بکنه و این هزینه رو تا 40 برابر کاهش بده. برای اینکه بتونی یه درک بهتری داشته باشی یه مثال میزنم. فرض کن میخوای یه بطری 1.5 لیتری آب به فضا بفرستی و هزینه‌شو بهت مثلا به اون زمان که با شاتل بوده $40 اعلام میکنن که خب هزینه خیلی بالاییه و با ابداعی که ایلان ماسک میکنه و راکت‌ها رو بهش قابلیت استفاده مجدد میده، برای ارسال یه بطری 1.5 لیتری آب فقط کافی بوده $1 هزینه بکنن. در کنار این یه توضیح هم میدم که چطوری کشور سنگاپور از یه حلبی آباد، یه کشور فقیر و مفلوک و پر از معتاد، تبدیل میشه به یک کشور ثروتمندی که کسب و کارا برای حضور توش سر و دست میشکنن. راستی یه نکته کوچولو هم اینجا حیفم میاد که نگم. تکنیکی که استفاده کردم تا اون کاهش 40 برابری هزینه ها رو بتونی بهتر درک کنی، از یک کتابی به اسم جان بخشیدن به اعداد که سعید دربارش یه ویدیو درست کرده و لینکش رو اینجا برات گذاشتم که حتما برو اون رو ببین که 4 تا شیوه رو برای این کار بهت یاد داده. اگه تا الان مشترک کانال اکسری کتاب نشدی، حتما دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزن تا به محض انتشار ویدیو جدید مطلع بشی. کانال تلگرام ما رو هم دنبال کن چون اونجا یه سری مطالب تکمیلی میذاریم که هم میتونه بهت کمک کنه این ویدیوها رو بهتر درک کنی، هم شاید یه جرقه‌ای تو ذهنت بزنه که باعث رشد خودت یا کسب و کارت بشه. آیو مینگ پی یا همون آی ام پی که یکی از معمارای معروف سده 20 میلادیه، توی سال 1917 توی چین دنیا اومده. البته توی خانواده مرفه بوده و توی 18 سالگیش مهاجرت میکنه به آمریکا و توی 2 تا دانشگاه MIT و هاروارد رشته معماری رو میخونه و از این 2 تا دانشگاه مدرکش رو میگیره. و یکی از دلایل معروفیتش این بوده که تونسته سنت و مدرنیته رو یا فرهنگ غربی و شرقی رو با هم تلفیق بکنه و یا اثرهای نوآورانه رو خلق بکنه. و در کنار اون یکی از جوایز معروف حوزه معماری رو یعنی جایزه پریتزگر رو که معادل نوبل معماری حساب میشه ایشون برده. و من همه آثارش رو براتون همراه عکس آثار معروفش رو توی کانال تلگراممون گذاشتم. منتها شاید جالب باشه بدونید که یکی از آثار معروفش موزه هنرهای اسلامی قطر توی دوحه است و دلیل جالبیش هم اینه که این اثر رو توی 80 سالگیش ایشون طراحی میکنه و عمر خیلی طولانی هم داشته و توی سال 2019 توی 102 سالگی ایشون فوت میکنه. توی این قسمت دیدیم که چطوری این معمار چینی با شناخت صحیح گره مسئله تونست یه طراحی بی‌نظیر برای ورودی موزه لوور انجام بده و این موزه رو به یکی از 3 تا جاذبه برتر گردشگری پاریس تبدیل کنه و از طرفی هم با زندگی نامه و آثارش یه کوچولو آشنا شدیم. شما که این ویدیو رو میبینین احتمالاً به رشد خودتون و کسب و کارتون علاقه‌مندی. پس حتما توصیه میکنم برای اینکه داستانه جذابی رو که براتون میخوایم تعریف کنیم ازشون مطلع بشین، حتما مشترک کانال ما بشین، دکمه زنگوله رو هم بزنین تا به محض انتشار ویدیو جدید مطلع بشین. همچنین با لایکتون پای این ویدیو کمک میکنید که یوتیوب این ویدیو رو به افراد بیشتری شبیه شما نشون بده. ممنون که با من و سعید توی اکسیر کتاب همراه هستید.